برنامه رو با یک خبر از بازداشت تاجیکان در اروپا شروع میکنیم. مقامات قدرتی آلمان و هلند 9 زاده آسیای مرکزی از جمله 6 تاجیک رو دستگیر کردند. آنها به عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی متهم میشوند. دادستانی آلمان روز پنجشنبه گفت 7 مرد در ولایت رین وستفالن شمالی بازداشت شدند. 5 نفری آنها از تاجیکستان، 1 نفر از ترکمنستان و 1 کس دیگر از قرقیزستان بودند. میرزا نبی خالقزاد با تفصیلات خبر در استودیو با ما قرار دارند. میرزا نبی، درباره تاجیکانی بازداشت شده معلومات در دست هست؟ بله زرنگیز، دادستانی آلمان از 5 تاجیک بازداشت شده در این کشور محمد شجاع، نورالدین، شمشاد، سعید و ربانی نام برده است. به اطلاع دادستانی آلمان، گمانبر شده ها بعد حمله روسیه به خاک اوکراین وارد آلمان شده. آخر ماه ایونی سال گذشته یک سازمان تروریستی تأسیس دادند و هدف داشتند که حمله های سر و صدای تروریستی انجام دهند. مقامات تفتیشاتی میگویند آنها علیه هدف ها را معین کرده تلاش داشتند که سلاح به دست آورند. 6 نفر آنها از ماه اپریل سال 2022 برای شاخه خراسان دولت اسلامی بارها پول فرستادند. حالا از تاجیکستان در این باره یگان واکنش رسمی نگرفتیم و منتظر هستیم. خب روز 6 ایول مقامات هلند هم از بازداشت 2 نفر از جمله 1 تاجیک با اتهام تروریسم خبر دادند. درباره آنها چه خبر است میرزا نبی؟ بله، با اطلاع مقامات هلند آنها 1 مرد 29 ساله از تاجیکستان و همسرش زنی 31 ساله از قرقیزستان بودند. مرد بازداشت شده هم با عضویت در شاخه خراسان داعش متهم شده. 1 عضو گروه بازداشت شده در آلمان بوده است، ولی دادستانی هلند گفته است نقشه‌های او هنوز مشخص نبود. اصلا این بار اول نیست که زادگان تاجیکستان در اروپا بخصوص در آلمان با اتهام تروریسم بازداشت می‌شوند. ماه مارس امسال 1 زاده تاجیکستان در آلمان با کمک برای اعضای سازمان تروریستی دولت اسلامی گناهکار شد. سال گذشته آلمان 5 زاده تاجیکستان را با گناه عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش و زندان محکوم کردند. آنها از 3 سال و 8 ماه تا 9.5 سال زندانی شدند. هرچند پدر یکی از آنها گفته بود که پسرش تجارت داشت و از آلمان به دوشنبه قسم‌های احتیاطی ماشین می‌فرستاده است. تشکر میرزا نبی خالقزاد درباره بازداشت 6 تاجیک در اروپا با گمان تروریسم تفصیلات میداد. برنامه را با گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم.